با این نوع ویژه آجر نیازی به سیمان یا بتون نیست. به شرطی که کارگران بدانند چگونه قطعات را روی هم بچینند، میتوان خانه‌ای حدود 1000 فوت مربع را ظرف 24 ساعت ساخت. از آنجا که آجرها با ساختار قفل شونده طراحی شده‌اند، هنگام چیدن خود به خود محکم میشوند و نیازی به آب یا چسب نیست که ساخت و ساز را بسیار سریع میکند. هر آجر دارای اندازه استاندارد 26 اینچ طول و 14 اینچ عرض است. شگفت‌آور این که این نخستین فناوری دیوار خشک در جهان است که هیچ ماده اتصال دهنده‌ای نیاز ندارد. از نظر کیفیت هم جای نگرانی نیست. حتی یک چکش تخریب 4400 پوندی نمیتواند آن را بشکند. همچنین مقاومت فوق‌العاده در برابر آتش و عایق‌بندی عالی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، قبل از ساخت، یک کامپیوتر تعداد دقیق آجرهای مورد نیاز را محاسبه می‌کند و کارگران تنها نقشه را روی سایت دنبال می‌کنند. این کار باعث کاهش ضایعات مصالح و بهبود چشمگیر بهره‌وری در ساخت و ساز می‌شود.